سلام دوستان، امیدوارم حال دلتون خوب باشه. تو این آموزش قصد دارم به شما نحوه پرداخت نکردن عوارض خروج از کشور رو آموزش بدم. خب برای این کار شما ابتدا باید وارد سایت میخک بشید. وقتی وارد سایت میخک شدید با از قسمت ثبت نام یا ورود به سامانه کلیک کنید. سپس در مرحله بعد ابتدا باید پست الکترونیکی خودتون رو وارد کنید. سپس کد ملی خودتون رو وارد کنید و در نهایت کد امنیتی و روی دریافت رمز عبوری یک بار مصرف کلیک کنید. با این کار یک کد برای ایمیل شما ارسال میشه و شما باید اون کد رو در قسمت رمز عبوری یک بار مصرف وارد کنید و در قسمت کد امنیتی که در کاد نوشته شده رو وارد کنید و در نهایت روی ورود به سامانه با رمز یک بار مصرف کلیک کنید. در مرحله بعد یک کادر پاپاپی برای شما بالا میاد که میتونید رمز ثابت برای خودتون انتخاب کنید که من کار انجام نمیدم و روی ادامه کلیک میکنم. در مرحله بعد قسمت‌های مختلفی شما می‌بینید که ما با قسمت امور تحصیلی یا همون دانشجویی کار داریم. روش کلیک می‌کنیم. در مرحله بعد ابتدا شما باید درخواست پرونده تحصیلی برای خودتون ثبت کنید. در نتیجه روی درخواست پرونده تحصیلی کلیک می‌کنیم. در این مرحله شما اطلاعاتی که ازتون درخواست شده رو باید تکمیل کنید. نمایندگی خودمون رو باید روی نمایندگی میلان یا سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران قرار بدیم. همونجور می‌بینید که سرکنسولگری و سفارت‌های مختلف وجود داره و برای ما در ایتالیا ما باید میلان انتخاب می‌کنیم. در قسمت بعد اطلاعات دانشگاهی خودتون رو باید وارد کنید که ابتدا نام دانشگاه خودمون رو ما وارد می‌کنیم. در قسمت بعد باید مقطع تحصیل خودتون رو وارد کنید. در مرحله بعد رشته تحصیلی و همچنین گرایشی که شما در اون رشته تحصیلی در حال تحصیل هستید و باید وارد کنید. در مرحله بعد تاریخ شروع تحصیلتون هست. اگه ورودی سپتامبر هستید باید روی سپتامبر کلیک کنید و تاریخ 1 سپتامبر رو برای شروع تحصیل خودتون انتخاب میکنید. تاریخ پایان تحصیل رو به صورت فرضی هولوش 2 سال تا 2 سال و نیم بعد از تاریخ شروع برای ارشد و برای بچلر هم هولوش 3 یا 3 سال و نیم انتخاب میکنید. همچنین در مرحله بعد با تاریخ آخرین خروج خودمون انتخاب کنیم که در اینجا تاریخ خروج خودتون که در پاسپورت درج شده رو اعمال میکنید. همچنین محل تحصیل خودتون رو انتخاب میکنید. ابتدا کشور رو میزنیم که کشور ما ایتالیاست. در مرحله بعد باید شهر خودتون رو انتخاب کنید که ما در این قسمت میتونیم میلان رو تایپ کنیم و شهر میلان برای ما میاد و در نهایت روی انتخاب کلیک کنیم. در مرحله بعد نوع تحصیلی ما که حضوری انتخاب میکنیم. وضعیت نظام وظیفه هم بر اساس وضعیتی که دارید باید انتخاب کنید. اگر کارت پایان خدمت دارین کارت پایان خدمت در این صورت مشمول رو باید انتخاب کنید. و در نهایت آدرس و اطلاعات تماس خودتون رو هم در داخل کشور و هم در خارج از کشور باید وارد کنید. دوستان توجه داشته باشید برای پرداخت نکردن عوارض خروج از کشور برای این حالت تنها راهی که وجود داره که این شما به میلان اومده باشید و برای بار دوم بخواین از کشور خارج بشین. برای بار اول تقریبا راه حلی وجود نداره
و این راه حل برای بار دومه که از دفعات بعد شما بخواین ورود و خروج به کشور کنید عوارضی بابت اون پرداخت نکنید. و توجه داشته باشید بعد از اینکه مرحله ثبت پرونده تحصیلی و تاییدیه مدرک انجام شد، شما باید به سرکنسولگری ایران در میلان مراجعه کنید و تاییدیه نهایی در اونجا بگیرید و مهر خروج از کشور برای شما در پاسپورت بخوره. خب پس از اینکه اطلاعات تموم شد وارد کردنش، باید رو گزینه صفحه بعد کلیک کنیم. دوستان در این قسمت باید اطلاعات خودتون رو به صورت عکس آپلود کنید. توجه داشته باشید این قابلیت بارگذاری به صورت PDF وجود نداره. در ردیف 1 شما باید عکس پرسونلی خودتون رو آپلود کنید. ردیف 2 باید عکس گذرنامه یا پاسپورت خودتون رو آپلود کنید. برای گزینه 3 آخرین مهر خروج از کشور از ایران، یعنی مهر خروج ایران شما باید در این قسمت آپلود بشه. مرحله بعدی مدرک تحصیلی قبلی شما هست که بستگی به مقطعی که در حال تحصیل هستین باید یک مقطع قبل اون رو آپلود کنید. برای مثال برای ارشد شما باید مدرک لیسانس خودتون رو آپلود کنید. همچنین در قسمت مدرک تحصیلی فعلی شما باید از دانشگاه از طریق وبسایتش یک گواهی اشتغال به تحصیل بگیرید، ولی توجه داشته باشید که در قسمت بعدی تصویر اقامت معتبر خدمت گیرنده که شما باید تصویر پرمس‌های خودتون، اگر پرمس‌ها ندارین ریچیوت‌های خودتون رو در این قسمت آپلود کنید و نوع مدرک هم باید شما دانشجویی انتخاب کنید. تصویر روادید منظور همون ویزای شما هستش که باید در این قسمت آپلود بشه. کارت ملی و در نتیجه کارت پایان خدمت خودتون رو باید در این قسمت آپلود کنید و کد امنیتی که در کادر وارد شده رو وارد کنید و در نهایت روی ثبت کلیک کنید. همونجور میگین درخواست ما با موفقیت انجام شده و همچنین یک ایمیل برای شما ارسال میشه و همچنین برای شما نوشته شده که حد اکثر 90 روز فرصت دارید که به نمایندگی ایران در میلان مراجعه کنید. شما میتونید روی دریافت رسید کلیک کنید و PDF اون رو برای خودتون دانلود کنید و در نهایت این صفحه رو ببندید یا روی دکمه بازگشت کلیک کنید. خب حالا مرحله اول تموم شده، اما باید وارد مرحله دوم بشیم. در مرحله دوم روی امور گذرنامه کلیک میکنیم. در این قسمت روی درخواست اجازه خروج دانشجو باید کلیک کنیم. در این مرحله روی صفحه بعد کلیک میکنیم. خب برای اجازه خروج از کشور نوع درخواست رو باید انتخاب کنیم. درخواست برای خودمونه، برای افراد زیر 18 سال یا همسر دانشجو هستش که ما روی همون درخواست برای خودم گزینه رو باقی میذاریم. نمایندگی دریافت خدمات رو باید در این قسمت میلان انتخاب کنیم، سرکنسولگری میلان. کشور اقامتمونم که توجه داشته باشین در قسمت اجازه خروج از کشور نمایندگی دریافت خدمت باید سرکنسولگری ایران در میلان بشه. کشور اقامت کشور ایران باید باشه، نه ایتالیا. و آخرین مرز خروج از کشور برای شما فرودگاه امام خمینی و تاریخ آخرین خروج از مرز تاریخی که در پاسپورت برای شما مهر زده و درج شده رو باید انتخاب کنید و در نهایت روی گزینه صفحه بعد کلیک کنید. خب
در این قسمت اطلاعات محل زندگی فعلی خود را باید انتخاب و ثبت کنیم. ابتدا روی افزودن محل زندگی کلیک میکنیم. سپس روی افزودن نشانی کلیک میکنیم. خب در این قسمت باید آدرس، کد پستی و کشور محل زندگی خودمون رو وارد کنیم. و در نهایت باید روی دکمه ثبت کلیک کنیم. برای اطلاعات تماس روی گزینه اطلاعات تماس کلیک میکنیم. در قسمت اول باید پست الکترونیکی خودمون رو وارد کنیم و در کادر بعدی شماره تلفن همراه که شماره تلفن همراه ایتالیایی خودتون رو در این قسمت وارد میکنید و در نهایت روی گزینه ثبت کلیک میکنید و در نهایت روی افزودن ارتباط میزنید که یک کادر شامل اطلاعات شما در این قسمت نمایان میشه. در قسمت بعد روی گزینه افزودن تحصیل باید کلیک کنیم که به صورت خودکار تحصیلات فوق لیسانس انتخاب میشه که باید روی گزینه انتخاب کلیک کنیم که برای ما ثبت بشه. در این قسمت مجدد باید گذرنامه فعلی خودمون رو آپلود کنیم که همون صفحه اول پاسپورت شما هستش. در مرحله بعد مهر خروج از کشور شما هست که اونو باید وارد کنید و در نهایت هم مدرک اقامتی معتبر خودتون که یا پرمسوی شما هستش یا ریچبوتا که در این قسمت آپلود میکنید و روی گزینه صفحه بعد کلیک میکنید. خب در این قسمت درخواست خودتون رو نگاه میکنید، اگر ایرادی وجود داره برطرف میکنید، در غیر صورت کد امنیتی داخل کادر رو وارد میکنید، روی ثبت کلیک میکنید و در مرحله آخر هم که شما باید رسید رو دریافت کنید که روی دریافت رسید میزنید و فایل PDF رو دانلود میکنید و در مرحله آخر شما مجدد باید وارد قسمت امور تحصیلی یا همون امور دانشجویی بشید. در روی این قسمت ما کلیک میکنیم، روی درخواست تایید مدارک میزنیم. خب در این قسمت مجدد باید یک سری اطلاعات وارد کنیم. ابتدا باید نمایندگی مورد نظر خودمون رو انتخاب کنیم که سرکنسولگری ایران در میلان هستش. نوع درخواستمون هم تایید مدارک تحصیلی باید انتخاب کنیم. مقطع تحصیلیمون هم که بستگی به مقطعی که داریم در حال تحصیل هستیم انتخاب میکنیم که ما اینجا کارشناسی ارشد انتخاب کنیم. نوع تحصیلیمون هم باید روی حضوری بذاریم. توضیحات مدارک یا مدرک میتونیم بنویسیم گواهی اشتغال به تحصیل. نوع پیوست هم شما باید این مقدار پایین تر بیایم و تایید گواهی اشتغال به تحصیل رو انتخاب کنید. در این قسمت پیوست جدید رو میزنیم، روی قسمت پیوست فایل کلیک میکنیم و گواهی اشتغال به تحصیلی رو که از دانشگاه گرفتیم باید در این قسمت آپلود کنیم. توجه داشته باشید اگر گواهی اشتغال به تحصیل شما 2 صفحه داره حتما هر 2 صفحه باید آپلود بشه، به این صورت که PDFی که دانشگاه به شما میده به 2 عکس تبدیل میکنید و عکس اول رو در ردیف 1 وارد میکنید، مجدد روی پیوست جدید میزنید و عکس دوم رو آپلود میکنید. پس از این کار
گزینه این جانب ضمن اعلام تایید صحت مدارک و تیکش رو میزنید، کد امنیتی داخل کادر رو وارد میکنید و روی ثبت کلیک میکنید. در نهایت مجدد روی دریافت رسید میزنید و رسید PDF رو دانلود میکنید، هرچند که این رسید برای شما ایمیل هم میشه. در نهایت روی دکمه بازگشت کلیک میکنید. خب دوستان، کار ما با سامانه میخک تموم شده و شما کافیه که به کنسولگری ایران مراجعه کنید و مهر خروج از کشور خودتون رو دریافت کنید و شما باید به کنسولگری مراجعه کنید، نوبت دانشجوی خودتون رو دریافت کنید و ابتدا باید مدارک شما تایید بشه و سپس اگر برای شما ایمیلی اومد و در اونجا پرونده تحصیلی شما تایید شده بود که هیچ مشکلی وجود نداره. اگر رد شده بود به هر دلیلی میتونید به کنسولگری مستقیم مراجعه کنید، ولی پیشنهاد من این هستش که زمانی که به کنسولگری مراجعه میکنید لپتاپ خودتون هم با خودتون ببرید که اگر احیانا احتیاج به ساخت پرونده تحصیلی مجدد باشه یا ایرادی وجود داشته باشه که به شما راهنمایی کنن، بتونید داخل همون کنسولگری کار خودتون رو مجدد انجام بدید، بارگذاری ها رو انجام بدید، چون گاهن دوستان از شهرهای دیگه و دور مثل سیسیل، ناپولی اومدن و به این مشکل خوردن و به دلیل نداشتن لپتاپ با گوشی بسیار براشون سخت بوده که بخوام آپلود مدارک رو انجام بدم و پرونده تحصیلی یا هر مشکل دیگه وجود داره رو برطرف کنم و این باعث شده که هم هزینه مجددی انجام بدن، هم بخواد وقتشون تلف بشه. پس پیشنهاد من هست که روز مراجعه به کنسولگری لپتاپ خودتون همراه خودتون ببرید. موفق باشید.